سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که ایام به کامتون باشه و حالتون خوب باشه. درس رو تموم کردیم و توی این قسمت تمرین های صفحه 52 رو با همدیگه حل میکنیم. سال اول، دامنه تابع های زیر را پیدا کنید. اینجا ما یک تابع گویا داریم یا کسری. تابع گویا یا کسری چی کار میکردیم؟ اولین کاری که میکردیم مخرج رو میذاشتیم 0، پس 2 منهای x رو میذاریم 0، x به دست میاد 2. به x مساوی با 2 میگیم ریشه مخرج. حالا دامنه برابر هست با همه اعداد r به جز ریشه مخرج. یعنی فقط 2 رو نمیتونیم انتخاب کنیم. دامنه میشه r به جز عدد 2. خب بچه اگه قرار شد بهمون گفتن توی یک سوال که اینو به صورت بازه نمایش بدین، این محور اعداده، اینم 2. ما فقط 2 رو نمیخوایم. یه دایره تو خالی میذاریم روش، سمت راستش رو میخوایم، سمت چپش رو هم میخوایم. میتونیم بگیم از منفی بی‌نهایت تا 2 باز، اجتماعش با از 2 تا مثبت بی‌نهایت. بچه اگه گفته بودن بازه بنویسید، الان که نگفتن منم همینجوری فقط به دست آوردم. قسمت ب، باز هم کسریه، میریم مخرج رو مساوی 0 قرار میدیم، یعنی x2 به اضافه 1 رو مساوی 0 قرار میدیم. x2 برابر میشه با منفی 1. دیگه ادامه نمیدم چون این غیر ممکنه. هیچ وقت مربع یه عدد منفی نمیشه. خب یعنی چی؟ یعنی ریشه ندارد. پس دامنه برابر میشه با r به جز ریشه های مخرج که ما الان دیگه ریشه مخرج نداریم، پس دامنه میشه r. تابع بعدی که باز هم تابع گویاست، میریم مخرج رو پیدا میکنیم، مساوی 0 قرار میدیم، پس x2 به اضافه x منهای 12 رو مساوی 0 قرار میدیم. به کمک تجزیه 2 تا عدد بگین که ضربش بشه 12، منهاشون بشه 1. 3 4 تا. بزرگه باید مثبت باشه، 3 باید منفی باشه. خب این x میشه 3، این x میشه منفی 4. اینا ریشه های مخرجن. دامنه برابر میشه با r به جز ریشه های مخرج منفی 4 و 3. قسمت ت، اینجا ما یک تابع رادیکالی یا تابع گنج یا ریشه دوم داریم. قاعدش چی بود؟ این که زیر رادیکال نمیتونه منفی باشه. خب یعنی چی؟ یعنی زیر رادیکال باید بزرگتر یا مساوی 0 باشه. خب 3x به اضافه 1 زیر رادیکاله، باید بزرگتر مساوی 0 باشه. نامعادله رو حل میکنم، 1 میاد این ور میشه منفی 1، به 3 تقسیم میشه منفی 1 سوم. خب اگه بخوام به صورت بازه نشون بدم، این منفی 1 سوم یه دایره تو پر میذارم چون مساوی داره، بزرگترم میشه این طرف. یعنی اگه به ما گفتن به صورت بازه نشون بدید، میگیم از منفی 1 سوم تا مثبت بی‌نهایت. این میشه دامنش. تابع بعدی که این هم رادیکالیه، گول عدد 2 و 3 رو نمیخوریم. ما گفتیم چی؟ گفتیم زیر رادیکال باید بزرگتر یا مساوی 0 بشه. زیر رادیکال ما چی داریم؟ x باید بزرگتر مساوی 0 باشه. اگه قرار شد بازه بنویسیم، میگیم از 0 تا مثبت بی‌نهایت. فکر کنم اینو دیگه میدونید بچه ها. من دوباره براتون انجام بدم. رو 0 یه دایره توپر، بزرگتر از 0 میشه این سمت، یعنی از 0 تا مثبت بی‌نهایت. تابع بعدی هم که خیلی راحته، باز رادیکالی با فرجه 2 هست، پس زیر رادیکال باید بزرگتر مساوی 0 باشه. 8 منهای x باید بزرگتر مساوی 0 باشه.
منفی x رو نگه میدارم، 8 میره اونور میشه منفی 8، به یه منفی باید تقسیمش بکنم، میشه x، منفی در منفی میشه x، منفی در منفی میشه مثبت 8. نکته مهم اینه که جهت نامساوی عوض میشه. چرا؟ چون ما به یک عدد منفی تقسیم کردیم. خب اگه بهمون گفتن بازه، محور رو بکش، 8 رو بذار، یه دایره توپر روی 8، اینو میخونیم کمتر، یعنی این ورش رو باید رنگ بکنیم. پس دامنه میشه از منفی بی نهایت تا 8 بسته. سوال 2 گفته که توضیح بدید چطور با استفاده از نمودار تابع f(x) مساوی با 1x که توی درس رسمش کردیم میتونیم نمودار تابع منفی 1x رو رسم بکنیم. این نکته رو بچه سال قبل توی قسمت تبدیل نمودارها خوندیم، ببخشید توی انتقال نمودارها خوندیم. اگه ما نمودار y مساوی با f(x) رو داشته باشیم و این تبدیل بشه به y مساوی با منفی f(x), نمودار f(x) نسبت به محور x ها قرینه میشه. پارسال خوندیم y مساوی با قدر مطلق x یه نمودار هفتی میشه. حالا اگه بشه y مساوی با قرینه قدر مطلق x نمودار میشد هشتی. از این ویژگی استفاده میکنیم. اول نمودار f(x) رو رسم میکنیم. میشناسیدش دیگه، توی درس توضیح دادم. اگر خاطرتون باشه گفتم از کنار محور x ها حرکت میکنه، میاد به سمت پایین، یک شاخه دیگه هم از این ور میاد و حرکت میکنه نزدیک محور x ها. این میشه نمودار y مساوی با 1x. بهش میگیم نمودار پروانه‌ای. حالا میتونیم برای منفی که پشت سرش هست نسبت به محور x ها قرینه کنیم. یعنی چی؟ یعنی این شاخه رو بندازیم زیر محور x ها، این شاخه هم قرینه کنیم بالای محور x ها. این که با قرمز کشیدم میشه y مساوی با منفی 1x. خب دیگه با این کار نداریم. این میشه نمودار قرینش. سوال سوم هم دقیقاً مثل همین نکته قابل انجام هست. ما اول باید این نمودار رو بلد باشیم. خب یاد گرفتیم دیگه، تابع رادیکالی گفتیم از اینجا شروع میشه، از یک عبور میکنه، به این صورت رسم میشه. اگه یادتون باشه تو درس گفتم مثل یه لنگ ابرو رسم میشه. خب حالا این منفی که پشت سر رادیکال قرار میگیره باعث میشه نمودار نسبت به محور x ها قرینه بشه. اینو میبینید؟ قرینش رو نسبت به محور x ها رسم میکنیم. یه همچین حالتی میشه. این میشه y مساوی با قرینه رادیکال x. سوال 5 بچه‌ها یکی از سوالات مهم کتاب هست. یعنی همیشه تو سوالای امتحانی هست. حتی پایه 12 هم باشید رسم نمودارها رو دارید. قرار هست نموداراش رو رسم بکنیم، دامن و بردش رو مشخص بکنیم. اول قسمت ب رو انجام میدم. قسمت ب رو ما به کمک تابع رادیکالی رسم میکنیم. تابع رادیکال x رو که میشناسید، از اینجا شروع میشه، از 1 و 1 میگذره، از 4 و 2 هم میگذره، به صورت یه لنگ ابرو رسمش میکنیم. به کمک انتقال بچه ممکنه خیلی دقیق هم نباشه. 1 2 داریم داخل رادیکال چسبیده به x. وقتی که x داره منهای 2 میشه انتقالمون به صورت افقی هست. منهای 2 لج میکنه، 2 واحد به سمت جلو منتقل میکنه. پس این میاد اینجا، به این صورت لنگ ابرو رو رسم میکنیم. دیگه پس با آبی کاری ندارم.
خب 5 که بیرونه میگه نمودار رو 5 واحد ببرید بالا. من از این شروع لنگ ابرو 1 2 3 4 5 از اینجا شروع میکنم و لنگ ابرو رو رسم میکنم. پس این آخریش میشه تابع مورد نظر ما. رسم شد. حالا بهمون گفتن دامنه و بردش رو پیدا کنید. برای دامنه نقطه شروع رو وصل میکنم به محور ایکس ها از 2 به سمت راست. پس دامنه میشه از 2 تا مثبت بی نهایت. 2 هم پره، پس 2 رو کراشه میزنیم. برد از نقطه شروع وصل میکنم به وای ها از 5 به بالا. پس بردمون از 5 میشه تا مثبت بی نهایت. بچه ها اگه نخواهید به کمک انتقال رسم بکنید باید روش نقطه یابی رو استفاده بکنید. خب برای نقطه یابی ما x اگه منهای 2 رو مساوی با 0 بدم x میشه 2، یعنی از 2 باید شروع کنم. خب اگه 2 بذارم 2 منهای 2 میشه 0، پس میشه 5. اگه 3 بذارم میشه 3 منهای 2 1، جذرش میشه 1 با 5 میشه 6. اگر مثلا 5 بذارم میشه 6 بذارم 6 منهای 2 میشه 4، جذرش میشه 2 2 و 5 هم میشه 7. خب پس 2 و 5 میشه اینجا، 3 و 6 میشه اینجا، 6 و 7 هم میشه اینجا. خب همون لنگ ابرویی که کشیده بودیم قبلا هم همینجوری بود، درسته؟ دامن و بردش هم که همین میشه. قسمت الف رو حل میکنم. همونطور که میبینید تابع چند ضابطه‌ایه بچه‌ها. تابع چند ضابطه‌ای باید هر کدوم رو جداگونه رسم بکنیم. برای رسمش بچه‌ها ما این تابع ها رو یا میشناسیم یا اینکه باید نقطه یابی بکنیم. خب من اول یه تابع دارم وای مساوی با 1x رو میشناسمش. تابع گویا هست که نمودارش رو میشناسید. به این صورت پروانه میشه. درسته؟ این میشه تابع 1 به روی x. اما گفته فقط برای x های مثبت. x های مثبت به بزرگتر از 0 این طرفم، پس سمت چپ رو لازم ندارم. تابع بعدی یه تابع خطی نمودار یکسانی نداره که من بخوام از حفظ بکشمش، مجبورم نقطه یابی بکنم براش. خب چه ایکس هایی رو بدم؟ فقط میتونیم کمتر یا مساوی 0 رو بدیم. خود 0 رو میتونم بدم که میشه 0 منهای 2 میشه -2، کمتر از 0 میشه -1، -1 منهای 2 میشه -3. خطیه بچه دوتا کافیه. 0 و -2 اینجا میشه، تو پرم باید رسم بشه. -1 و 3 هم اینجا میشه. دوتا رو به هم وصل میکنم و امتداد میدم. این میشه نمودار. پس یا میشناسیم مثل این رسمش میکنیم یا اگر نمیشناختیم مجبوریم که نقطه یابی بکنیم. نکته مهم بعدی دامنه و برد. خب بچه ها نگاه کنید سبزه رو. سبز اگه ادامه بدید تا بی نهایت دیگه. دامنه یعنی از اینجاها شروع شده رسیده به اینجا و بعد از اینجاها شروع شده الی آخر. پس دامنه کلن از سمت چپ تا سمت راست، از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت. بالایی اعداد مثبت رو میخواد، پایینی اعداد منفی، یعنی کلن میشه همش. برد، به برد دقت کنید. محور وای ها، اولا که بالا ما نمودار داریم، یعنی از اینجا تا اینجا رو داریم. پس برد شد. نمیتونم بگم از مثبت بی نهایت تا 0، میگم از 0 تا مثبت بی نهایت. خود 0 رو نمیتونم چون برخورد نکرده. اجتماعش با سبزه رو نگاه کن، از -2 شروع میشه به پایین. یکم شلخته شد بچه. برد رو اینجا می‌نویسم. برد. یه شاخه بالایی داریم، یه شاخه پایینی. از کم می‌نویسم. از منفی بی نهایت شروع میشه تا برسم به -2. -2 تو پره کروشه میزنم.
آبیه از صفر شروع میشه تا مثبت بی نهایت. چون صفر رو نمیتونیم تو مخرج جایگذاری بکنیم پس صفر رو باز میذارم. اینم میشه برد. قسمت پ. خب باز هم یک تابع دو ضابطه ای داریم، میخوایم رسمش بکنیم. با دقت و با حوصله رسمش میکنم. بچه ما 2 تا تابع داریم. بالایی رو من با آبی رنگ رسم میکنم. اولا که یه رادیکال x داریم، از اینجا شروع میشه میاد تا اینجا، به این صورت رسم میشه. بعد یه 2 داریم که ربطی به x نداره، پس انتقال به سمت بالاست. از اینجا 2 تا منتقل میکنم به بالا و تابع رو رسم میکنم. خب شد بالایی رادیکال x به اضافه 2. گفته برای x های بزرگتر از 0. خب دارید میبینید دیگه سمت راسته، سمت چپ نداره که حذفش کنم. پایینی رو با سبز رسم میکنم. پس دیگه بالایی رو کاری نداشته باشید، پایینی. اولا که رادیکال x رو میشناسم، این میشه، درسته؟ به اضافه 2 میشه، چون به اضافه x به اضافه 2 شده انتقال به سمت چپ هست. 2 واحد نمودار رو میکشم به سمت چپ، به این صورت میشه. دیگه کاری به این ندارم. خب اینم شد رادیکال x به اضافه 2. اما گفته تو فاصله -2 تا 0 رو میخوام، یعنی از اینجا تا اینجا. بعدش رو دیگه لازم این تیکه رو دیگه نمیخواد، پس فقط این تیکه رو میخواد. اضافهش رو پاک میکنم. درست شد؟ خب بعد یه چیز دیگه، یه اشتباهی که اینجا کردم اصلاحش کنم. 0 یعنی آخرش رو باید تو پر بذاریم. بعدی آبیه رو نگاه کنید، گفته x های بزرگتر از 0 مساوی 0 نذاشته، پس سر بازمون رو باید تو خالی بذاریم، چون 2 تا تو پر نمیتونن توی ردیف باشن. خب این شد تابع. بچه اگر انتقال رو بلد نیستید باید به کمک نقطه یابی این رو رسم بکنیم. حالا میخوایم بریم سراغ دامنه. خیلی راحته دیگه. سبز از اینجا شروع میشه تا اینجا، آبی هم همینو ادامه میده تا آخر. پس از -2 شروع میشه تا مثبت بی نهایت. برد چی میشه؟ برای برد باید به محور وای ها نگاه کنید. دیگه کاری به محور ایکس ها نداشته باشید. اگه این نقطه رو وصل کنم به محور وای ها، از اینجا شروع میشه تا اینجا. پس از 0 شروع میشه تا یه جایی که نمیدونم کجاست. بعد از اینجا شروع میشه به بالا. اینجا چند بود؟ 2. از 2 خالی شروع میشه تا مثبت بی نهایت. یه نکته مهم بچه، اینجا چنده؟ اینجا جایی هست که روی محور وای هاست، یعنی ایکسش چقدره؟ 0. خب اگه من ایکس رو بدم 0 میشه رادیکال 2. میشه رادیکال 2. پس اینجا میشه رادیکال 2. این نقطه توپر میشه رادیکال 2. یه بار دیگه پاک میکنم، از اول میگم. خب بچه نمودار اینو که فهمیدید از 2 شروع میشه به سمت بالا. بعد گفتم چون اینجا مساوی نداشت دایره رو باید تو خالی بکشم. یه تیکه سبز با سبز رسمش کرده بودم. گفتیم همون رادیکال x 2 واحد باید بره سمت چپ. از اینجا شروع شد تا ادامه داشت. بعد چون که گفته بود باید تا 0 تمومش بکنید، 0 هم اینجاست دیگه. اینجا رو یه دایره تو پر گذاشتیم، وصل کردیم به این، ادامهش رو پاک کردیم. این از این. بعد گفتیم اینجا این نقطه بالاتر از 1 ولی به 2 هم نرسیده، بس پیداش باید بکنیم. اینجا کجاست؟ باید x رو بدیم 0 که شد رادیکال 2. رفتیم برای دامن و برد. گفتیم دامنه از اینجا شروع میشه الی آخر. برد چی؟ میگیم این نقطه رو وصل میکنیم به وای ها، میشه
صفر پر تا میرسیم به اینجا، یعنی رادیکال 2 پر تموم میشه. بعدش مشکیه شروع میشه. مشکیه از 2 شروع میشه، 2 خالی شروع میشه تا بالا مثبت بی نهایت. خب قسمت ت رو ببینید. تابه ها رو من الان توی تمرین ها توضیحش رو دادم. اولا که این یک ایکسومه، پس پروانه ای میشه این و این. مونتا چون پشتش منفی داره باید قرینش رو بکشم نسبت به محور ایکس ها. اینا رو دیگه نمیخواد. بعد گفته ایکس های کمتر از صفر، یعنی اینو میخواد، اینو نمیخواد. این یه تیکش. رادیکال ایکس که میشه یه لنگ ابرو، منفی رادیکال ایکس قرینه میشه نسبت به محور ایکس ها. بالایی رو نمیخواد. درست شد؟ میشه این شد قرینه رادیکال ایکس، اینم شد قرینه یک ایکس. این گفته بود برای کمتر از صفر، اینم گفت بزرگتر یا مساوی صفر، یعنی این صفر رو باید دایره تو پر بذاریم. حالا دامنه و برد. دامنه محور ایکس ها رو باید نگاه کنیم. از اینجا شروع میشه میاد تا اینجا به صفر میرسه، بعد صفر پر میشه تا آخر. پس دامنه میشه کل آر. حالا برد. برای برد به محور وای ها نگاه میکنیم. بچه ها این که همجور داره میره پایین، یعنی از این پایین ها شروع میشه تا برسه به صفر و بعد از صفر شروع میشه تا بالا. پس بردش هم میشه آر. سوال 5 گفته که کدام یک از معادلات زیر یک تابع رو مشخص میکنه. ما اومدیم گفتیم که اگر به صورت ضابطه داده شده باشه، یعنی فرمول داده شده باشه، باید چک بکنیم ببینیم تابع هست یا نه. راهی مختلفی وجود داره. مثلا جیم رو نگاه کنید. جیم رو ما میشناسیم، تابع قدر مطلق سال قبل باش کار کردیم. اصلا دیگه نیازی به چک کردن هم نداره. شکلش به این صورت میشد. خب هر خط عمودی دلخواه که بکشیم در یک نقطه قطع میکنه، پس این تابع هست. من دیگه اصلا از جیم عبور میکنم. پ هم همینطور. پ میشناسیمش، تابع ثابت بهش میگیم. دستگاه رو میکشیم، -2 رو مشخص میکنیم، یک خط افقی براش رسم میکنیم. این میشه وای مساوی با -2، بهش میگیم تابع ثابت. هر خط عمودی دلخواه که بکشیم فقط تو یک نقطه قطع میکنه. اینم ساده است. از موارد آشنای دیگه که راحتیم اینه، میشناسیمش. این چیه؟ این معادله خطه دیگه. 3x به اضافه 2y مساوی با 12. این میشه معادله خط. سال قبل بهش گفتیم تابع خطی. بلدیم نقطه یابی بکنیم. هر مرتبش اگه بکنیم برای هر y یه دونه x پیدا میشه. نیازی نیست چون بنویسید خطی کافیه، ولی من دیگه براتون انجام میدم. 3x رو میبرم اونور، میشه -3x به اضافه 12 به یه 2 تقسیمش میکنیم. y میشه -3/2 x به اضافه 6. خب برای ما تونستیم یه دونه فرمول برای y پیدا بکنیم. تابع خطی هم هست، اینم اوکی. این سه تا رو میخوایم چک بکنیم. این معادله بچه ها اگر یادتون باشه سالهای قبل باش کار کردید. x مساوی با 1 یه خط رو به ما نشون میده. ما 1 رو محور x ها پیدا میکنیم، یه خط عمودی براش رسم میکنیم. خب حالا این خط سبز تابع نیست. چرا؟ چون هر خط، یه خط عمودی اگه بکشم روی این بیشمار نقطه رو قطع میکنه. پس تابع نیست. چرا؟ چون خط عمودیه. خب اگه بخوام عدد مثال بزنم، ببینید این اصلا وای نداره. یعنی شما
به جای x فقط میتونید یک جایگزین کنید. y هم هر چیزی میتونه باشه، 5 0 -4 هر چیزی. خب ببین یک هم با 5 در ارتباطه، هم با 0 در ارتباطه، هم با -4، هم با مثلا 7، با هر عددی در ارتباطه. یه دونه x که نمیتونه با چند تا y در ارتباط باشه، پس تابع نیست. قسمت 3 هم نمیتونه تابع باشه. چرا؟ چون ما میام مرتبش میکنیم، y مساوی هست با، اگه جذر بگیرم میشه جذر x2 که 2 با رادیکال خنثی میشه قدر مطلق x که این یا مثبت یا منفی x. اصلا این کارا رو نمیخواد انجام بدیم. وقتی ما جذر میگیریم میشه مثبت و منفی x. الان ما 2 تا فرمول پیدا کردیم، y مساوی با x، یه فرمولمون هم y مساوی با منفی x. ما 2 تا فرمول تونستیم پیدا بکنیم. یا میتونیم مثال بزنیم، مثلا x رو من میدم 1، خب پس y2 مساوی میشه با 1، پس y برابر میشه با مثبت منفی جذر 1 که میشه مثبت و منفی 1. یعنی چی؟ یعنی 1 یه بار با 1 در ارتباطه، یه بار با منفی 1، پس تابع نیست. موقع تدریس هم گفتم تو معادلاتی که y توان 2 داشته باشه احتمال داره که تابع نباشه. مورد ت رو هم نگاه بکنید، خیلی ساده است و خیلی مهمه، چند ضابطه ایه. میتونید رسمش بکنید ببینید که آیا تابع هست یا نه. ولی من میام یه عددی رو به دلخواه به تابع میدم، مثلا عدد 0. چرا 0 رو انتخاب کردم؟ چون هم این x مساوی با 0 رو کار میکنه، هم این. خب اگه بذارم تو رابطه بالایی میشه 0 به اضافه 3 که میشه 3، پس y به دست میاد 3. اگه x مساوی با 0 رو بذارم تو رابطه پایینی y میشه 0 منهای 1 میشه منفی 1. خب یعنی چی؟ یعنی 0 یه بار با 3 در ارتباطه، یه بار با منفی 1، پس تابع نیست. ما اگه تابع چند ضابطه ای داریم، دامنه رو که به 2 بخش تقسیم میکنیم باید سعی بکنیم عضو مشترک تو دامنه ها نباشه. این اشکالش اینجاست که مساوی نباید دوتاشون داشته باشن. میتونیم هم این تابع رو رسم بکنیم و متوجه بشیم که تابع نیست. رسمشو بلدین؟ y مساوی با x به اضافه 3 برای x های کمتر مساوی 0. 0 رو میدم و منفی 1. اگه 0 بدم میشه 3، اگه منفی 1 بدم میشه 2. پایینی x منهای 1 برای x های بزرگتر مساوی 0، یعنی 0 رو میدم و 1. اگه 0 بدم منفی 1، اگه 1 بدم 0. رسمش میکنم. منفی 1 و 2 اینجا میشه، 0 و 3 اینجا میشه. به هم وصل میکنم، امتداد میدم. اون یکی 0 و منفی 1 اینجا میشه، 1 و 0 اینجا، به هم وصل میکنم، امتداد میدم. خب آیا این تابع است؟ میگیم خیر. چرا؟ چون اگه از اینجا یه خط عمودی رسم بکنم از 2 تا نقطه عبور میکنه، پس تابع نیست. سوال 6 گفته هزینه پاکسازی x% از آلودگی‌های شهری و صنعتی یه رودخونه با این تابع محاسبه میشه. x% رو نشون میده. بذارید من تابع رو اینجا بنویسم. $255x 100 منهای x. x% رو نشون میده، fx هم هزینه رو. الف گفته هزینه پاکسازی 50%. خب یعنی x رو به ما داده چقدر؟ 50. پس میشه f 50 رو ما باید حساب بکنیم. میشه 255 ضرب در 50 100 منهای 50 که برابر میشه با 255 میلیون تومان. خب گفته دامنه این تابع. بچه اگه این یه تابع کسری واقعی باشه و ما بخوایم تا دامنش رو پیدا بکنیم، میدونید که باید مخرج رو مخالف صفر قرار بدیم. دامنش میشه r بجز 100، چون 100 اگه بذارم مخرج صفر میشه. ولی گفته دامنش رو در حالت واقعی بگید.
خب بچه x درصد دیگه، درصد که نمیتونه از 100% بیشتر باشه، پس x رو ما فقط میتونیم عضو بازه 0% تا 100% بگیریم. تازه 100 هم نمیتونم بذارم. چرا؟ چون اگه 100 بذارم مخرج 0 میشه. پس 0 تا 100 باز. سال 7 هم یکی از سوالات مهمه، گفته نمودار تابع های زیر را رسم کنید. همونجور که میبینید تابع هامون رادیکالی هم. ببخشید جزء صحیح هستند. خب الف گفته که تابع براکت x به اضافه 1 رو تو این بازه رسم بکنید. اول ما ببینیم چند تا پله باید بکشیم. از -2 -1 0 1 2 تا 3. خب اینجا ما براکت خالی داریم و آش ضریبش 1. پس طول پله میشه 1 به روی آ که میشه 1 یکم، یعنی 1. یعنی یه پله باید بریم بالا. یه پلمون اینه، بعد این یه واحد میریم جلو. شد چند تا پله؟ 5 تا پله. پله اول x رو میگیریم بین -2 تا -1. خب براکت x چی میشه؟ میشه -2. خب تابع چی میشه؟ مگه نبود براکت x به اضافه 1؟ این که شد -2 به اضافه 1 میشه -1. یعنی y مساوی میشه با -1. اینجا پله اول رو مرتب نوشتم. پله دوم x باید اینجا باشه، بین -1 تا 0 باشه. خب جزء صحیحش میشه -1. وای مهمه که میشه جزء صحیح به اضافه 1 که میشه -1 به اضافه 1 میشه 0. پله سوم x رو میگیریم بین 0 تا 1. جزء صحیح x میشه 0. y میشه جزء صحیح x به اضافه 1. 0 به اضافه 1 میشه 1. به همین ترتیب بقیه پله هاش رو هم ادامه میدم. پله اول رو -1 بود و بین -2 تا -1. -2 دایره تو پر، -1 دایره تو خالی، به هم وصلش میکنیم، اضافه رو پاک میکنیم. پله بعدی رو 0 بین -1 پر تا 0 خالی، اضافهش رو پاک میکنم. به همین طریق ادامهش میدم بچه. بعدی از اینجا شروع میشه تا اینجا، بعدی از اینجا شروع میشه تا اینجا، بعدی هم از اینجا شروع میشه تا 3. 5 تا پله رسم شد. قسمت دوم، اولا که گفته تو بازه -4 تا 4. خب طول پله چقدره؟ 1 به روی آ که میشه 1 به روی 1 دوم که میشه 2. یعنی 2 تا 2 تا باید بریم. از -4 شروع میکنم، 2 تا میرم جلو تا -2، 2 تا میرم جلو تا 0، 2 تا میرم جلو تا 2، 2 تا میرم تا 4. خب بچه شد 4 تا پله. پله اول x رو میگیریم بین -4 تا -2. بعد ما 1/2 x رو میخوایم ضرب در 1/2 میکنیم. -4 ضرب در 1/2 میشه -2. 1/2 x -2 ضرب در 1/2 میشه -2 که میشه -1. اون وقت جزء صحیح 1/2 x میشه -2. پس y هم میشه -2. این پله اول. پله دوم اینجاست. x رو میگیریم بین -2 تا 0. چون 1/2 باید به همشون ضرب کنیم میشه -1 1/2 x تا 0. جزء صحیح 1/2 x میشه -1. پس y هم میشه -1. پله سوم اینجاست. جزء صحیح 1/2 x میشه 0. y برابر میشه با 0.
پله 4 رو هم من دیگه همینجا مینویسم. خب ما 4 تا پله داشتیم. از پله پایین از -4 شروع شد تا -2 باز، اضافهش رو پاک کردم. پله بعدی از -2 بسته شروع شد تا 0، ادامهش رو پاک کردم. پله بعدی از اینجا 0 شروع شد تا 2 باز، اضافهش رو پاک کردیم. و پله بعدی از 2 شروع شد تا 4 باز، اضافه رو پاک کردم. همونجور که میبینید 4 تا پله داریم. یه نکته هم بگم بچه ها، اینجا 4 مساوی نداره. همینطوری که تو شکل هم میبینید 4 تو خالیه. اگه 4 مساوی داشت میرفتید پله بعدی رو پر میکردید، ولی دیگه ادامه نمیدادید. سوال 8 بچه ها یه سواله که من دیگه حلش نمی کنم چون شما ویژگیش رو میدونید. گفته y مساویه با جزء صحیح x منهای 3 با y مساویه با جزء صحیح x منهای 3 توی دستگاه رسم بکن. چه رابطه بین اینا میبینی؟ شما اگه دوست دارید میتونید رسمش بکنید، ولی ما یه ویژگی خوندیم که میتونیم -3 رو خارج بکنیم. خب اگه خارج بکنیم میشه جزء صحیح x منهای 3 که با این یکی هست، یعنی دوتا نمودار یکسان میشن. سوال آخر هم که یک مسئله است که خیلی راحت حل کردنش. گفته که تعداد افرادی که طی یک مدت معین به وسیله یه نوع ویروس آلوده میشن با این فرمول به دست میان. T زمان رو نشون میده بر حسب ماه، N هم که تعداده. گفته تعداد افرادی که در انتهای ماه 5 آلوده شدن، میایم میگیم T رو میگیریم 5 ماه. خب پس N 5 رو حساب میکنیم، میشه 9500 ضرب در 5 منهای 2000 تقسیم بر 4 به اضافه 5 که اگه حلش کنید تقریبا میشه 5056 نفر. قسمت ب گفته پس از چند ماه، یعنی تی چقدر باشه که تعداد افراد آلوده یعنی انمون بشه 5500 تا. خب دیگه ما فرمول رو داریم، به جای n قرار میدیم 5500 مساویه 9500 تی منهای 2000 تقسیم بر 4 به اضافه تی. طرفین وسطین بکنیم، این معادله رو حل بکنیم. 5500 ضرب در 4 میشه، این هم که ضرب در 1 میشه، پس میشه 9500 تی منهای 2000 مساویه با اینو اگه ضرب کنیم میشه 22000 به اضافه 5500 تی معلوم مجهولش میکنیم میشه 4000 تی مساوی با 2000 میره اونور میشه 24000. پس تی برابر میشه با 24000 تقسیم به 4000 که میشه 6، یعنی 6 ماه طول میکشه. خب بچه ها با تموم شدن تمرین 9 تمرین های این قسمت این درس هم تموم شد. انشالله تو فیلم بعدی درس بعدی رو شروع میکنیم. از کانالمون حمایت بکنید که دوستان دیگه‌تون هم بتونن از این فیلم ها استفاده بکنن. خسته نباشید. خدا نگهدار.